قصه غم‌انگیز مادری که از دخترش تعریف می‌کند. یک روز که دخترم از مدرسه خیلی زود آمد، گفتم دخترم چرا اینقدر زود آمدی؟ از درد شکم شکایت کرد و چشمش به گریه بود. گفت هر کاری کردم درد شکمم آرام نشد. شکمش بزرگ شده بود، در حالی که خود دختر لاغر بود. فقط میگفت مادر جان، از درد زیاد دیوانه میشوم. باز من بلند شدم، به پدرش زنگ زدم تا بردیم شفاخانه. دکتر بعد از معاینه بیرون شد، پیش ما آمد و گفت دخترتان حامله است. همه ما تعجب کردیم، زبان ما بند شد، گویا آسمان سر ما چپه شده بود. باز گفتم یعنی چی حامله است؟ او تا حال عروسی نکرده، حامله چی؟ دکتر باز گفت حامله است دخترتان. همه ما ازش عصبانی بودیم. وقتی برگشت، پدرش، برادرش، مادرش سرزنشش کردند. بعد از او روز دختر بیچاره روز خوبی نداشت. زندگی روشن او و تاریکی مبدل شد. همیشه پدرش بالد کوب میگفت چی کاری بدی کردی؟ دخترم از درد شکمش و سرزنش ما جز گریه و ناله دیگه چاره ای نداشت و میگفت قسم میخورم که کار نکردم. خواهش میکنم به گپهایم باور کنین مادر جان. مادر جان بالله قسم باور کن سرم، از درد شکمم میمیرم. من به بیرحمی ای کاش میمردم. او وقت که دخترم با این همه درد گریان میکرد و به بیرحمی پدرش، برادرش و ما به جانش افتیده بودیم. بعد گفتیم مگه تو حضرت مریم هستی که بدون رابطه باید مرد حامله شوی؟ فقط گریان میکرد و میگفت مادر جان این کار نکو، خودت میدانی چه قسم دختر هستم و چه قسم بزرگم کردی. پدرش در این حال سرش جیغ میزد که تو سگ هستی، تو اولاد ما نیستی، که با ای کار شرم‌آور آبروی ما را بردی. برادرش هم سرش توف کرد و میگفت با کدام روی بین دوستهایم بروم؟ چرم خواهر من قبیح یا باشد و آبروی مرا بین مردم و دوستایم ببرد و از یک بچه که نمیشناسیم حامله شده باشد. دخترم فریاد زد من حامله نیستم. حامله هم باشم حق ندارین با ایر بیرحمی یک انسان بیگناه را آزار بدین. شما خو فامیل ما هستین، چطور تا این حد سنگ دل هستین؟ از صبح به خاطر درد شکمش گریه میکرد. و شما هم باقی مانده بدنم را شکستین، مگم شما خدا ندارین؟ که برادرش یک سیلی محکم زد و از مویش مانند یک حیوان کش کرد. گفت وقتی که تو حامله شدی او وقت خدا رم دیدی که سرش باور نداریم، دیگه چیزی نگفت و داخل اتاق بسته و تاریک انداختیم بدون از اینکه برایش نان و آب بدهیم. مادر بودن سخت است. با وجود این همه کار چند بار کوشش کردم که پود شوهرم به دخترم غذا ببرم، که شوهرم اخطار داد، گفت نبینم کسی غذا بدهد، چون شب بی از او میکشیم، این مایه ننگ ما است. ناله و گریه کردم پیش شوهرم. گفتم چطور این کار میکنی؟ گفت با این شرمندگی زندگی نمیتوانیم. گفتم آرام باش، بانشو دختر است و نام پدر بچه که در شکمش است بگویه تا ازش خواستگاری کنه و همراه او بچه عروسی کنه. تو را به خدا قسم این کار کنی. بعد ساعت 12 شب بود. خواستم بیروم اتاق دخترم تا بیرون ببرم که دروازه را باز کردم. تا حال گریه میکرد. با او اندازه دلگیر شده بود که طرفم سعی نمیکرد و چشمهایش پرخون بود. برش گفتم بخیز بیرون میبرمت پیش مامایت، که اینجا باشی برادرت پدرت امشب تو را میکشد. دخترم با چشم گریان گفت مادر جان پشت سرم خداست، میدانی بیگناه هستم و تماشا داره که با من چی کار کردین. از خدا میخواهم حق مرا ازتان بگیرد. من بیگناه هستم، بسیار ظلم کردین سرم.
با چشمهای پر از اشک بیهوش شد. حرفم تمام نشده بود که پسرم با شوهرم داخل اتاق با چاقو شدند. فریاد زدم، گوش ندادند. من فریاد زدم، گفتم قسم به خدا ازت جدا می شوم و خانه را ترک می کنم اگر همین دفعه پیش دکتر نبری. زود رساندیم پیش دکتر، اما چیزی که رخ داد ما را زندگی پشیمان کرد و این پشیمانی سودی نداشت. دختر ما حامله نبود، معاینه قبلیش اشتباه بود، بلکه کیسه‌ای داشت داخل رحمش که شکمش را پر کرده بود. وقتی حرف را شنیدم زانویم بیهوش شد و زمین افتیدم. مغزم در حال ترکیدن بود. از ناراحتی قلبم بیرون می شد. برادرش و پدرش هم در سر خود می زدن. چیغ زدم، گفتم دکتر جان بگو حال دخترم چطور است؟ دکتر گفت متاسفانه از شدت درد شکمش جان خود را به حق سپرده. وای دختر بیگناهم، وای از سنگدلی و پدرت برادرت، خدا حق تو را از ما گرفت. تا حال به چهره پسرم و شوهرم نگاه نمی کنم. اونا هم شبها در خوابشان به خاطر عذاب وجدان زندگی برایشان تلخ شده. شوهرم سر دسترخوان نمی تواند خود را کنترل کنه، به سر خود می زند و گریه می کند. ما و پسرم هم گریه می کردیم. وای دختر بیگناهم، وای از سنگدلی و پدرت برادرت، خدا حق تو را از ما گرفت. تا حال به چهره پسر و شوهرم نگاه نمی کنم. وقتی خواب می کنم یاد آخرین گپ‌هایش می افتم که می گفت من بیگناه هستم، شما حق ظلم می کنید. خدایا جنت فردوس نصیبش کن. دختر قشنگم، خدا بیامرزد. خیلی دردناک